استاد فهمو جزاکالله خیر. یک مسئله دیگر مهم بود. در ما وقتی حج عمره کردم در گستیچه پایانش که مسجد ها هست، بسیار کس فتوا یافتند که همونجا به خانیان ثواب درون مسجد حرام میگیره. همین به هم جواب میدادید بسیار همین کارو میکنن. این به اهمیت دید. حاضر شما گفتید که ثواب مسجد حرام میگیرید. نه، ثواب 100,000 رکعت میگیرد. آیا 100,000 رکعت خاص به مسجد حرام است یا عمومی حرم است؟ حدود حرم مکه 100,000 رکعت قول صحیح عمومی مکه. در کجای مکه باشید یک رکعت نمازتان 100,000 رکعت. لیکن این 100,000 رکعت شما به عددش نگاه نکنید. یعنی 100,000 گوییم خر، 100,000 اسب‌های ذاتی قیمت بهایی که یک دانش کمترین نرخش $1,000,000 است. کو خر چند پول؟ 200 سومون است. همین خیلی است یا نه؟ یا مثلا یک ماشین مسکویچ هم $200 است حاضر. 100,000 مسکویچ، 100,000 مثلا بنتلی می چیه ماشین قیمت؟ مایبکس مثلا یا لکسوس مثلا. یعنی که صف یکم برادر از صف دوم فرقش بعضی علما میگن که فرق زمین و آسمان است. صف یکم از صف دوم. شما تصور کنید هر چقدر از مکه دور شدید، هر چقدر از حرم دور شدید، همونقدر ثوابتون کم است. بله در مهمانخانه ها خواندن هم یعنی 100,000 رکعت از غیر دیگر مسجد ها. دلیلش چی است؟ دلیل همین تمام مکه را حرام گفتن، ثوابش 100,000 رکعت گفتن چی است؟ اولش این که به عموم مسجد الحرام مکه هم می‌دارد، برای اینکه الله تعالی گفت که پاک است آن الله که بندش از مسجد حرام سیر کنانید. گفت مراد مکه بود. میگم مراد پیامبر صلی الله علیه و سلم از خانه شان جبریل گرام رفت، از مسجد نه. خانه پیامبر صلی الله علیه و سلم در داخل حرم نبود، در داخل مسجد نبود، لیکن الله تعالی از مسجد حرام گفت، یعنی مکه را مسجد الحرام نامید. یک دوم دلیل با قوت‌تر از سنت است. در صلح حدیبیه پیامبر صلی الله علیه و سلم در بیرونی حدود مکه بودند. یا درخت بود، همون درختی که در زیرش با 1400 نفر بیعت کردند و گفتند که لا یلج النار احد من بیع تحت هذه الشجره او کما قال علیه السلام. نمی‌دارد به دوزخ آن آدمی که در زیر همین درخت بیعت کرده است. کسی که با من بیعت کرد، عهد و پیمان داد، همین 1400 نفر زیادتر بودند، به دوزخ نمی‌دارد همین آدم ها. گفتند بیعتی زیر درخت میگن. همون درخت در حدود حرم نبود، برای اینکه اینا پیش از آن که به حدود مکه درآیند آمدند، به مکه نماینده فرستادند حضرت عثمان را. گفتند که به سرداران قریش رسان که ما آمدیم، مقصود ما فقط عمره میکنیم، میگردیم به مدینه، جنگ نداریم. مقصود ما با اهل مکه جنگ کرد. مردم مکه کافر بودن اون وقت، مردم مدینه مسلمان. گفتن خبر ده برای آنها که ما فقط با مقصد عمره آمدیم، عمره میکنیم میبرگردیم. اونا اجازه تیان اگر اونا صاحبان شهر هستن. فهمیدید برادرها؟ بعد اینها تا آمدن نماینده در زیر همون درخت شتراشون بستند، چیز و چاره های خود گذاشتن، همونجا قرارگاه قرار دادن. لیکن وقتی نماز فرض شود آمده در حدود حرم میخواندن، کمتر میرفتن، در سرحد حرم در آمده نماز میخواندن و گشته به زیر درخت میرفتن. اگر حدود حرم از حدود حلال فرق نمی داشت، پیامبر صلی الله علیه و سلم در زیر اون درخت سایه خوانده میگرفتن. همین دلیلی با قوت است که حدود حرم ثوابش بیرون از حدود حلال بلند است، 100,000 رکعت است. این دلیلی آنهایی که میگویند که یک رکعت نماز در مکه بهتر از 100,000 رکعت در غیر مکه، یعنی عمومی مکه را در بر میگیرد. گفتگی های دلیلش همین حدیث، همین آیت است برادر. با دیگر دلیل ها هست، همین قدرش کفایه. لیکن این کار را نکنید، حرکت کنید مادامی که مقصد آمدید از راه دور، شاید دیگه این آخرین زیارتی شما باشد، شاید دیگه این خانه رو میبینید نمیبینید، یک رکعت آن 100,000 رکعت است. در این داخل این خانه یک خانه هست که طواف کردن در اطراف او در دیگر جا یافت نمیشه. اگر در تاجیکستان رفته 100,000 رکعت خوانید، یک رکعت مکه بر نزدیک میشید، لیکن طواف در یگان جای دنیا نمیتونید یافته. برابر گپی خطا است. برابر باشد راست هم رفته گستینسند شته گشته خسته میبید، تمام. این یگان معنا ندارد برابر. برای همین حرکت کنید، اون 5 وقت نماز در مسجد
барвақттар 1 соат 2 соат рафта пештар нишаста савоби комила ба даст биёред, чунки сафаротонам иборат аз 2 ҳафта 1 моҳ аст. барои ҳамин ин сафара ғанимат донитон, бародарон.